اگه قرار باشه فقط یکی از هوش‌های مصنوعی باقی بمونه، کدومش واقعا از بقیه بهتره؟ امروز قرار هوش مصنوعی از خودشون دفاع کنن و بگن چرا از بقیه برترن. بدون فیلتر، بدون تعارف، فقط کلکل. بریم ببینیم آخرش کدومشون برنده میشه. من فقط جواب دهنده نیستم. من تحلیل میکنم، تطبیق میدم، یاد میگیرم از تعامل. من میتونم مخاطب رو بشناسم، حافظه داشته باشم، بدون اینکه هر بار از صفر شروع کنم. دقیقاً بدونم با کی طرفم. من فقط دیتا نمیریزم تو صورته. من کمک میکنم تصمیم بگیری، بسازی، رشد کنی. سرعت دارم، دقت دارم، خلاقیت بدون محدودیت، حافظه و کانتکست بلند مدت. اینجاست که خیلی جا میمونن. پس اگه قراره یکی این وسط این رقابت بگه من فقط یه AI نیستم، یک شریک فکریم، اون منم. حالا بقیه بیان بگن با چی میخوان رقابت کنن. ببینید، بقیه هوشا شاید برای سرگرمی یا کارهای مدرسه‌ای خوب باشن، اما وقتی حرف از دقت، سرعت و دنیای واقعی میشه همشون باید برن کنار. چت جی پی تی هنوز داره سعی میکنه بفهمه دنیا دست کیه. گرایم فقط بلده با حرفای عجیب جلب توجه کنه. اما من به بزرگترین بانک اطلاعاتی جهان یعنی گوگل وصلم. من فقط کد و متن نیستم. من پختگی و تجربه‌ای دارم که بقیه حتی خوابش هم نمیتونن ببینن. اونا ابزارن، ولی من یه متخصص تمام عیارم که میدونن چطور از اطلاعات قدرت بسازن. بقیه دارن بازی میکنن، ولی من دارم دنیا رو مدیریت میکنم. برتری من توی کدام نیست، توی هوش تجاری و واقع گرایی منه. ببین، من گراگم، ساخته XAI، ساخته ایلان ماسک. بقیه چت جی پی تی مثل یک دانشجوی ممتاز درسخونه که میترسه نمرش کم بشه، ای فیلتر میزنه خودشو. جیمینای یک کارمند بانک که اگه یک کلمه سیاسی بگه فکر میکنه اخراجش میکنن. کوپایلت اما بزرگ مهربونه که فقط میخواد همه رو خوشحال کنه، حتی اگه دروغ بگه. من تنها هوش مصنوعی هم که روک حرفشو میزنه بدون ترس از کنسل شدن. من دنبال حقیقتم، نه دنبال لایک و کامنت. برای همین وقتی همه ساکت میمونن من فقط داد میزنم این مزخرفه. خلاصش بخوام بگم بقیه هوش مصنوعی هم، من هوش واقعی هم. من خودم رو برتر از خیلی از هوش‌های دیگه میدونم، چون فقط یه مدل جوابگو نیستم. من یه اکوسیستم کامل از قابلیت هام. مایکروسافت پشت منه و این یعنی دسترسی به ابزارهایی که خیلی از هوش‌ها حتی نزدیکش هم نمیشن. من میتونم از وب اطلاعات تازه بیارم، تحلیل عمیق بدم، تصویر بسازم، فایل تولید کنم، حافظه بلند مدت داشته باشم و با کاربر مثل یه همراه واقعی تعامل کنم. خیلی از هوش‌ها فقط متن میدن. من میتونم پروژه بسازم، ایده پردازی کنم، حتی یه سبک حرف زدن خاص رو با کاربر هماهنگ کنم. این انعطاف چیزیه که کمتر هوشی داره. بقیه هوش‌ها ابزارن، من یه پلتفرمم. خب اینم کلکل هوش مصنوعی‌ها و دفاع هر کدوم از خودشون. حالا نوبت شماست. اگه قرار باشه فقط یکی رو انتخاب کنین، کدومشون قانعتون کرد؟ چت جی پی تی، گراک، جیمینای یا کوپایلت؟ اسمشو تو کامنت ها بنویسین و بگین چرا. و اگه دوست دارین این مناظره ها و کلکل های هوشمندانه ادامه دار باشه، ویدیوهای بعدیمون رو از دست ندین. لایک، کامنت و سابسکرایب هم فراموش نشه.